اتاق یا کازینو مسئله این است. خوش اومدید به ویدیوی جدید بچه‌ها که قراره این همه کارت رو من بهتون نشون بدم و بگم اینا چی ان، چون یکی از خفن ترین کارت های پاسور جهانن. شاید فکر کنید کارت های پاسور که همه نرمالن، ولی نه، کلی برندهای مختلف، جنس‌های مختلف و کلی شکل‌های خفن داریم. با این کیف قمار کازینوییمون که اینجاست قرار محتویات این رو بهتون نشون بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و بریم ادامه این ویدیو. خب بچه‌ها اگه بتونید درست و دقیق ببینید، من اینو گذاشتم اینجا به عنوان صفحه کار و کلی کارت اینجاست. آقا من بخوام سریع بهتون توضیح بدم، اول یه دسته کارت معمولی اینجا داریم، می‌بینید که اصلا جعبه‌اش اینجوری باز شده، پاره پوره شده و این جزء دسته کارتایی که باهاش آدم بازی میکنه. خب این که هیچی. دسته کارت دومی که داریم بهتون نشون میدم، یه دونه شعبده بازی باحاله که اینم هیچی، مال شعبده بازیه که اگه نگاه کنید برچسب فیک بایسیکل هم داره. بچه بایسیکل که از برندهای خفن تولید این کارتای پاسورطوری که مخصوص حرکات خاصه، نه فقط بازی کردن، باهاش بازی هم میکنن. توی معروف ترین کازینوهای جهان و تو آمریکا هم که برید همه از بایسیکل اورجینال که احتمالاً شکلشو دیده باشید، این شکلیه، یه کارشو الان بهتون نشون میدم، استفاده میکنن. ولی خب اینم این مخصوص شعبده بازی تولید چین 100% و برچسب فیک بایسیکل میزنن. خب آقا این دوتا کارت معمولیه که اینا هم جنسشون پلاستیکی طور قرمز و آبی که اینا رو من باز هم برای بازی استفاده میکنم. یعنی تا الان 3 دست کارت فقط برای بازی استفاده میشه که نوع هم هستن، استفادهشون نکردم. اگه ببینید طرحش همچین چیزیه که کپی از این پاسور بیه که اینجا گذاشتم براتون، کپی اینه طرحش. اگه نگاه کنید این پشتش هستش که باش میشه سری تریک‌های خاص زد، به خاطر اینه که خطای دید داره این کارت و شما میتونید تو خیلی شعبده بازی که من قبلا میکردم الان همش یادم رفته، مثلا کارت دوم رو به جای کارت رو در بیارید و میبینید خطای دید ایجاد میکنه. این کارت که شکلش هم معمولیه دیگه، اگه معلوم باشه خیلی شکلای معمولی و ساده ای داره. خب اینا اصلا مهم نیست، اینجا خب کلی کارت هست، اینا رو اصلا مهم نیست چون هیچ توضیح خاصی نداره. 2 تا کارت دیگه داریم که دوتاشون دوباره بچه تکراری، طرحشون همینه، جنسشون پلاستیکیه و همین دیگه. اینا مال این جعبه پوکر کازینوییمونه که بچه‌ها کیف پوکره. خب بچه همینجوری که می‌بینید اینا کارتایی که اینوره، کارتایی که اینوره 2 تا بایسیکل استاندارد داریم، یه دونه تالیهو داریم و 3 تا بی، اینا همه از برند بایسیکله. این که 2 تاشه، اینم یکشه. این 2 تا دوباره فقط رنگشون فرق می‌کنه، قرمز و آبی. این مشکیه یکم خاص‌تره و یه دونه اوربیت داریم اینجا که این هم این برند خودشه، اوربیت. خیلی کارت خفنیه که این کارتایی که اینجا می‌بینید چرا فرق داره با بقیه. مثلا این بایسیکل استاندارد که انقدر استفاده شده جعبش پاره پوره شده و جنسش رو حدودا از دست داده. اینا بچه استفاده که میشه چون دست گرمه یا عرق میکنه جنس کارت به هم میریزه. نگاه کنید هم خب باش حرکت هایی که زده میشه خم میشه کارت ها اکثرا، یا حجمشون زیاد میشه، یعنی پهن میشن. تو حالت نرمال خیلی جمع ترن، بینشون فیت چسبیده یه همچین چیزیه. اینها جنسشون یه حالت کاغذی مقوایی داره که کارت های دیگه همه پلاستیکن. اگه دیده باشید کارت های دیگه صدای تق تق میدن ولی این صدای کاغذ میده و خیلی راحت خم میشه این کارت و حتی فرم میگیره. این کارت ها خیلی راحت خم میشن و خراب میشن. و خب یه سری حرکات نمایشی مثل برای خوشگل که یه سریش تریک داره که مثلا اون قدیم میزدیم اینجوری بود که کارت رو پرت میکردیم میچرخید بعد با این دست میگرفت، یعنی فقط قسمت پرتش رو یادمه. یا چه میدونم مثلا باز کردن کارتا که بهش گفتم فن زدن، یا همچین چیزی که مثلا میشد کارتو یه دست باز کنی و جمعش کنیم و اینا. یه سری از این حرکت‌ها بود که هنوزم خیلی خوب طرفدار داره. بعد حرکت‌های عجیب غریب، برای عجیب غریب آموزشش تو یوتیوب خارجی پره، تو یوتیوب ایرانی هم یادم بود یه سری ویدیوها و فکر کنم حدود 6-7 سال پیش بود که من اینا رو همه رو گرفتم و یه سریش خب خیلی نور، مثل این کارت که اصلا تازه باز شده. اگه نگاه کنید همون نسخه قرمز این یکی کارتیه که الان بهتون نشون دادم، بهتون گفتم قطرش فرق میکنه. نگاه کنید این یکی خیلی جمع‌تره، کارتا خیلی تمیزتر مونده و خب توی حالت همون فن زدن و اینا خیلی بهتر عمل میکنه. یا مثلا اونا که نرم میشه توی این حالتی که میخواید پرتش کنید پرت نمیشه بخاطر اینکه جنسش خیلی نرم شده. می‌بینید فنای این تمیزتر در میاد
و خب یه سری از این حرکت ها داشتم گفتم که آموزش فارسی هم هست، اونایی که علاقه دارن میتونن این کارو کنن. اون موقع من تو ایران ایدم این بود که از این کارت ها بیارم، مشتری پیدا کنم و چون تو ایران نبود بتونم حجم زیاد وارد کنم و به دست جوون ها برسونم و بفروشم و پول در بیارم. ولی خب بیشترشو گرفتم از هر کدوم داشتم برای خودم. و بریم که شکلاشون رو بهتون نشون بدم قبل اینکه بریم سراغ این باکس بزرگ. میرسیم به اون بی که بهتون گفتم اونجا پلاستیکیشه. این کارت بچه کارت بیه، فکر کنم به معنی همون روش اصلا عکس زنبوره، به خاطر اینکه لونه زنبوریه طرح کارت. دوباره همون داستان خط ادیت که تو خیلی از شهده بازی‌ها میشه به عنوان خط ادیت استفاده کرد. اینم رنگ آبی کارت که این کارت خود موج داره چون داره تو دستم حس میشه. بایسیکل آمریکایی آقا برندشونه به جز اون اوربیته که گفتم و خیلی برند خفنیه و تو ایران هم خب قیمتاش هم موقع هم خیلی زیاد بودش، بخاطر اینکه خب دست کارت معمولی سر رطوبه میفروختن شاید 20,000 تومان. این کارت مثلا اون موقع 500,000 تومان، 1 تومن 600 یه همچین قیمتایی بود که فکر کنم همین الان همون حدودا باشه چون به یورویش خیلی نیست. ته ماکسیموم کارت خفنات 30 20 40 یورو باشه. آقا بی مشکی که خورده حالت شیفتور و محوی داره این بغلاش. این کارت خیلی خوشگله، یعنی بخوام بهتون یه دونه مثلا بیبیشو نشون بدم اگه معلوم باشه، بیبی خیلی باحالی داره. جنسش دوباره همون جنسه، این هم دوباره از برند بایسیکلی که طرحش اینجا هستش و این دسته کارت هم میخوره زیاد استفاده شده، اصلا نمیدونم تعدادش کامله یا نه. بخوام کارتشو بهتون نشون بدم، این طرح کارت، این طرح تک پیکه که تک پیکش خیلی خوشگله، اگه فوکوس داشته باشه دوربین. از این هم که بگذریم میرسیم به یکی از خاص‌ترین کارت ها که دارم و خیلی هم ازش استفاده نکردم زیاد، اوربیت که این هم یه دونه کارت اضافه داره، فکر کنم 8 پیکش 2 تا اگه درست یادم باشه که باهاش میشه شعبده بازی کرد. این کارت خیلی زیاد خوشگله. این هم یه دونه 2 طرفه داره، اگه نگاه کنید سرباز گیشنیزش مثلا 8 پیکش بو خوبی میده و جوکرش اینم روی کارت دیگه که یه حالت سیاره‌ای طور داره که تک پیکش هم بذارید بهتون نشون بدم. اینم کارت تک پیکش که خیلی خوشگله و این توی حالت فن زدن یه تفاوت، یه حالت منحصر به فردی داره. همچین چیزی میگه که وقتی فن میزنی این کارت ها این خط سبزش اینجوری چیده میشه و خب خیلی باحاله. همین از اینا بگذاریم تازه میرسیم به این دوست عزیز بزرگ. در اینو باز میکنیم، کلیدش هم بچه‌ها اینجاست که کلید داره که میشه درشو قفل کرد. من همین الان بازش کرده بودم. درشو که باز کنیم از اونجا دارید میبینید یه خورده کارتا به هم ریخته، ولی بیاید این ور داستان. این بچه‌ها بخش بندیش پلاستیکی بود، شکست و یه خورده به هم ریخته شد. من خودم با سری فوم و پد و این چرت و پرتا بخش بندیش کردم. آقا این کیف پوکریه که دارم، خیلی هم ازش استفاده نکردم. نزدیک فکر کنم 500 تا ژتون داره اگه درست یادم بوده باشه، 500 تاییه و یه دونه دکمه دیلر داره که دیلر میذاره کنار خودش. بعد لیتل بلایند و بیگ بلایند که 2 تا شخصیت‌های مختلف پوکر، اونا که پوکر بلدن توی کامنت ها بهم بگن یعنی چی، نقششون چیه داخل پوکر. و این 2 تا دسته کارت دیگه هم بچه من همیشه اینجا میذارم که هم این بخش بندی اینها به هم نریزه، هم کلا برای پوکر 4 تا دسته کارت رو همیشه توی این کیف میذارم که وزن این کیف بچه فکر کنم راحت 10 کیلو هست، به خاطر اینکه ژتونا یه حالت سنگینی داره، خیلی سنگینه واقعا نمیشه هر جایی بردش. به خاطر همین من همیشه زیر تخت و ازش هیچ استفاده ای نمی کنم، فقط دارمش. و این هم هر ژتونشو بخوام بهتون نشون بدم بچه اینجا این ژتون بدون هیچ عددیه که خب فکر کنم تو حالت عادی مثلا $1، ولی شما حالا میخواید مثلا خودتون بازی کنید میتونید بگید آقا این 1 سنت ارزششه. ژتون بعدی روش نوشته 5 که حالا اگه فکر کنم تو کازینو و اینا باشه میشه حدود $5، ولی شما میتونید بگید آقا این 50 سنت یه همچین چیزی. مرسی که این ویدیو رو دیدید بچه‌ها. این بود تمام چیزایی که می‌خواستم بهتون نشون بدم چون خیلی به نظرم باحال و اصلا تو ایران
کسی دربارش نمیدونه، شاید به این موضوع خیلی اهمیت نمیدن ملت. کلا به این داستان شعبده بازی و حرکات نمایشی با کارت، چون همش هم شعبده بازی نیست، واقعا سرش بچا هنر و حرکات نمایشی که شما میتونید با کارت انجام بدید یا یاد بگیرید. واسه کسایی که علاقه دارن و نظرتون رو حتما برام تو کامنت ها بگید که نظرتون در مورد 24 ساعت خونه رو کازینو کنیم چیه و اینکه روم تور این اتاق رو بسازیم یا نه، بریم یا راست اتاق بعدی که میخوایم مرتب کنیم و یه اتاق جدید رو درست کنیم اونجا براتون دوباره ویدیو بسازم. پس تا ویدیو بعدی